این مرد بیشتر از 50 کیلومتر راه را طی کرده به دوشنبه آمده است تا برای نبیره‌هایش کتابی درسی خرد. میگوید در مکتب نبیره‌هایش در تورسونزاده مشکلی نورسایی کتاب باعث شد که او به اینجا آید. نمای کتاب بسیار قیمته، با بسیارش یافته نمیتونیم. من از کافته همینجا هم یافتم، یک کتاب یافته نمیتونیم. با به کتاب مکتب نمیموند. مکتب تامین کرده نمیتوند. همین خیلی عذاب ده. این کتاب را با نرخ 35 سومونی خریده است و در جستجوی دیگر کتاب هاست. ما همین لیتراتور دا اومدیم، یکم چست در کار، یکتاش گرفتگی ما اینجا مجبورن که هر دوش باید بار دیگه خریم، هر دوش میفروشیم میگه. بعد همین استوریا ریلیگه تاریخی چی میشه باید نیست من همه جوی کتاب عادی همین تکنولوژی کسب هنر نیست من یافته نمیدونم تا تاجیکش نروسیش در مکتب من همینجا اینجا مکتب دارم نیست من کتاب مغازه دارم نیست. خوشوقتوف با 310 سومونی برای نبیرش 8 کتاب خرید و باز چند کتاب دیگر باید پیدا کند. والدانی برخی مکتب بچه‌ها در دوشنبه میگویند با نرخی نسبتاً ارزان برای فرزندانشان کتاب‌ها را در مکتب به اجاره دادند و در پایان سال آنها را برمیگردانند. این زن میگوید برای اجاره 19 کتاب 180 سومونی داده است و چنین نرخ‌گذاری برایش مناسب است. چه میریم کتابا میخریم قیمت این خوبه که میگیریم با میسپریم آخر سال دا میسپریم. وزارت معارف ارزش اصلی کتاب‌های درسی و نرخنامه اجاره آنها را در صفحه فیسبوکیش نشر نموده از ساکنان دعوت کرد در صورت از این نرخنامه زیاد طلب نمودن در مکتب‌ها به وزارت مراجعه نمایند. نکته نمونه که با حتمی شدن درس من تحصیل در صنف‌های 10 و 11 طلبات به بعضی کتاب‌ها زیاد شد، از جمله کتاب‌های رویه دقیق، کتاب‌ها نورسایی به نظر می‌رسد. البته یکی از سبب‌هایی که نورسایی کتاب به میان آمد محض همین نباشد و دیگر البته در مجموع با زیاد شدن خوانندگان همساله حدود 100,000 و زیاده از اون خواننده‌ها در مقیاس کشور زیاد می شود. البته احتیاجات به کتاب به میان می آید. فرستاده شدن کتاب به مکتب‌ها با درخواست بخش‌های معارف شهر و نواحی نیز بستگی داشته است. در مؤسسات تعلیمی البته نورسایی کتاب وجود ندارد، بلکه احتیاجات به کتاب‌ها موجود است که این در زمینه آن به میان می آید که ریاست و شعبه‌های معارف ولایت و شهر و ناحیه‌ها در اول سال خوانش باید که آن آمار دقیق و معینی که خواننده‌ها به کتاب احتیاج دارند به وزارت معارف برای این جمعی تایستان پیشنهاد کنند. مسئله نورسایی کتاب‌های درسی و نرخ آنها در گذشته نیز نگرانی‌های را به میان گذاشته بود. طبق اطلاع رسمی در پی دستور رئیس جمهور کشور درباره پوره تامین نمودن مکتب‌ها به کتاب، وزارت معارف تصمیم گرفته است تا آخر سال جاری 9,154,000 نسخه کتاب درسی را چاپ نموده دسترسی مؤسسه‌های تعلیمی نماید. با عملی گردیدن چنین تصمیم معلوم نیست مشکل تا کجا حل خود را می‌یابد. هرچند مسئولان بخش معارف در این باره خوشبینند و پدر و مادران همانا نگران.